That is Rahimi. No Moroccan fans are for different reasons, I think. Totally was to Messi in particular to step up and Deniers. It's an hour before the game. Sam for Deniers. First corner is swung in. It was Munir. It was a long time number 2 for Bono, but he has played a lot for Morocco. First player going down after this challenge too. Like it might have been thing to do here. It's there. Part of the plans. That was perhaps the most surprising. It was largely deserved. They were, including this man, Akelmash. They're doing something similar to on the pitch here. At 36 kilometres an hour when he was playing at Kylian Mbappe in training the seniors. That's how it works in Spain. Look at Sergio Gomez. He cannot believe. Slice of push in front of a full crowd. Swung in the header. This chance really for Richardson to run. Sent it on its way, but that Hakimi takes it. Getting a bit rough there, the goal. There's Al-Zuli. Yes, indeed. Oh, we're expecting for an electoral target man. Hakimi does to Rahimi. Rahimi, the danger by Abda. In well, it's a lovely flick, but it'll be a big job today. Yeah, back heel from semi-final action. It's in the preliminary square. Morocco's Targalin has to be careful. Shot was from Ruiz. At a time. And into a good save from Munir. Baena, setting it up the long range from the boot of Fermin Lopez, who scored the first goal he scored against Japan, actually. It's the corner, Moran. Some frustration. Is there a foul? No. We expect is یا خیر حرکت در خط دفاعی داره سرخپوشان حال ارسال توپ موقعیت ها برای حال ارسال فرصت مستقیم یا خیر موقعیت هست فرصت زبون ضد حمله طوفانی مردان از سرزمین گل اسپانیا هستند فرصت هست برای گلزنی از دست رفت ببینید صحنه تکرار ضربه هست ازال زولی ضربه بلا اریک گارسیا موقعیت هست ضربه سر فرصت هست شوت از راه دور ریچاردسون ببینید حرکت میشه تو اول چقدر اشتباه اسپانیا قطیناس مرد چارچوب شناسه هیمیزاد حساب کوریا و تشبازی حل بایرم خوشحال باشن با گلزنی سوفیا صفر موراکو و گوشه دروازه سپورت موراکو اصلا عمل روی داده که هر 4 سال بعد در جریان هست لحظه با لحظه صوت پایانی نیمه رو هست ارسال بلند برای تیر اول حالا ارسال مستقیم برای تیر دوم فرصت گربان باز هم سوفیانا بود فاول برای کوبارسی سال گذشته فصل بالیا هست شوت پرقدرت و محدود میزنه به داور مرکز دست رفت ارسال مستقیم موقعیت اسپانیا خطرناک ارسال شد حالا در برگشت گل خورد بلند انجام میده میراندو سرخیو گومز ارسال روی دروازه توپا میگیره مارکا اسپانیا اینجا بود که فاول انجام داد اسپانیا ارسال مستقیم الکس توپا شوت از راه دور زدش خودی ضربه از راه دور دست آمد ناجی کدی این شوت پرقدرت این مارد روی تیر اول تو به جمع کرد حرکت شوت از راه دور زدن
فرمین لوپز اصلا مستقیم و تو باوت بازی دروازه کار تمام قطع شد. ضربه کودک در مقابل کفترها تو با تکل زیبای لوپز و حالا گل. لاروخوی بیرحم بیگ اسپانیا در این رقابت بایی کرد و این گونه دل رو باز میکنه. کجا کشورم و موقعیت بره ضربه‌ای که با اختلاف و ضربه ریچاردسون اینجا بستر برای یوران اسپانیا که با جمع کرد یا موقعی که آبل رویس اشرف فرصت موقعیت برای گل زد. آفساید مشکوک بود. آل ارسال روی فرصت موقع برای گلزنی موقع برای زلزولی در اختیار گرفتن از خود سانچز و گل تعویض میکنه. سانتی هم گلزنی کرد. پس کار خودش کرد. مغز مطبع یک دنیا تفاوت